همراه من باش تا دوخت این اسکرانچی جذاب رو بهت یاد بدم. یه مستطیل 8 در 23، 2 تا مربع 22 در 22 و یک مستطیل 7 در 5 سانتی متری نیاز دارید. مستطیلا رو از وسط تا می کنید و با یکسان جای دوخت می دوزید. حالا این دوتا قسمت رو به روی هم میذارید و دور تا دورش رو میدوزید. به اندازه 4 سانتی متر رو نمیدوزید که بتونید کار رو برگردونید. گوشه های کار رو به این شکل برش میزنیم و از اضافه دوختا نیم سانت کم میکنیم. و از این قسمت کار رو برمیگردونیم. حالا با استفاده از یه سنجاق قفلی نوارای مستطیلیمون رو برمیگردونیم. یک کش به طول 23 سانتی متر برمی‌داریم و با یه سنجاق از توی نوارمون رد می‌کنیم. کلمه کش رو برام کامنت کن تا لینک دانلودش رو بفرستم. 2 تا گره محکم میزنیم و اضافاتش رو قیچی می‌کنیم به این شکل. لبه های نوارمون رو به سمت داخل برمیگردونیم و میذاریم روی همدیگه و یک دوخت میزنیم. بعد از اینکه قسمت باز مربعمون رو دوختیم به این شکل به پاپیونمون فرم میدیم و دور تا دورش رو با یه نخ همرنگ میپیچیم که سفت و محکم بشه. کش و پاپیون رو به هم وصل میکنیم. بندینک رو به این شکل دور تا دور کش و پاپیون میپیچیم و میدوزیم و اینم شد نتیجه کارمون. برای آموزش این تاپ و شورتک کلمه لباس خواب رو کامنت کن. برای دوستاتم بفرست که اونم یادش بگیرن.